بچه خوبی باشین 1 ساعت روزی بهتون میدم. 1 ساعت 1 ساعت من اینو به جرئت میگم اگه یاس کنسرت بذاره همون شب من و مهرادم بذاریم با اینکه اون 10 میلیون فالوور داره ما رو هم 4 میلیون هم نداریم مال ما شلوغ‌تره. کیرم برادر من میام خرید میام برای یه چیر بابا بیناموس بخاطر اینکه طرفدارم تمامی این برنامه نداره. نقاش اشتراک بده برنامه. اشتراک بده. بعد شد مدیر کارخونه نه. اگه بگیرم بشین اصلا سه من خیلی حال میکنم با آهنگش. هر آهنگی هم میاد بیرون گوش میکنم حداقل کل عمرتو خایه به ما. یه بار. ولی بهرام من تا حالا صداش هم نشیدم. قیافش هم الان بهم نشون بدی بذاری بغل یکی دیگه نمیدونم کدومه. خارکسته مادر جنده به تو چه بهرام نشینه تا حالا نشیدم من. سورنا، بهرام، صادق اسمشون رو شنیدم یه دونه آهنگشون هم گوش ندادم. چه گاهی هستی سامان جان من میتونم از شما بخوام یه ورس مورد علاقتون رو اگه دوست دارید. نه. مرسی. خب نبا کیر خر سپایه رپ کیان؟ 3 تا ستون رپ کیان؟ چرا 3 تا حالا؟ 4 تا. چرا 4 تا؟ یه زد بازی رو حتما باید بذاریم که هست توش اصلا من یعنی جمع‌بندی می‌کنم. زد بازی هست. یاس حتما باید باشه چون من خودم مثلا بیشتر به اون علاقه دارم. یاس کنسرت بذاره همون شب من و مهرادم بذاریم مال ما شلوغ‌تره. باشه حسین باید باشه. این 3 تا هیچکس و پیشرو و بقیه مزخرفات دیگه هم یه ستونش. آقا ما طرفدارشیم. میدونم خب دارم میگم اون اکیپ معترض و درب داغون چیز بگم من فکر کنم این پشه سرم زنده. پشم تو برنامه هست. آره دیگه این پشه رو در نمیاریم. یادت 2 نفری ما رو دعوت کرد. گفتی شخصی آدم بود. 3-4 روز ولی پشه هست با ما ولمون نمیکنه. هر کاری هم میکنیم نمیمیره. انواع حشره‌کش همونه چون عمر پشه 15 روزه. حالا 3 روز با ماست. یعنی صبر کنیم 12 روز دیگه خودش میمیره. اگه تمام روز به دنیا اومده باشی که اومدی تو. همه چی رو محاسبه میکنه. عمر پشه 15 روز است. مگسیه. آفرین آره. بزرگترین ترست چیه؟ بی انتها بودن دنیا، یعنی بعد از مرگم هر چی باشه سر و ته نداره. نمیتونم تصور کنم با عنوان یه آدمی که ریاضی دوست داره نمیتونم. چه کاریه که همه فکر میکنن بلدی ولی واقعا بلد نیستی؟ اصلا نمیده مامان اجازه من میام خرید میام برای یه اسکیت. نه بلدم اسکیت. نه خیلی بازیشون خوبه. همشون خیلی وزن. چه وزه این یکی؟ اگه امروز بهت بگن که شما مسئول کشوری، بالاترین مسئول کشور، چه کاری انجام میدین برای ایران؟ با یکی جورشم پولا رو خالی کنیم. مغز ما رو گاییدین تمام تلاشا رو مغز تا فیلم و 3 تا سریال مورد علاقت خب من بگیم که مثلا الان کنار تصویرت بذاریم این جدایی نادر از سیمین رو من خیلی دوست دارم. به الحق یه همه خوشتی یه جا نیده بودم. درست اسکار گرفت. مثلا شروین این گرمی که بهش دادن به نظرم به خاطر شرایط بود ولی این به حق اسکار گرفت. خب اونو خب بخوام بگم پال فیکشن، فایت کلاب و ممنتو. کلمه مورد علاقت چیه؟ حمال. حمال خودش درست کرده اینو کلشو. خیلی باحاله. خاک کلمه‌ای که ازش متنفری؟ دورت بگردم جمله‌ای که ازش متنفرم. نمیدونم یعنی چی. چرا باید دور من بگرده یه مرد دیگه؟ صدای مورد علاقت میتونه هر صدایی باشه. هایده.
صدایی که ازش متنفری؟ من هستی نه چیز صدایی که از اون متنفرم صدای هیچ کس. کس مادر فرار نکن، کس مادر فرار نکن. اگزوز خاور آخه یعنی واقعا اصلا شروع میشه. اگه میتونستی یه نفر رو تو تاریخ حذف کنی کی بود؟ خودم. اگه انسان نبودی دوست داشتی چی باشی؟ گیاه، حیوان یا هر پدیده‌ای؟ بز. دیدی که من آشتی میدم آدما رو با هم دیگه. امکانش هست شما با پیشرو آهنگ بدین؟ من اگه اون حاضر باشه آهنگ بده اتفاقا دیس و دیس کشی دیگه الان توی این سن و سال فایده نداره. باحال ترین کار اینه که توی آهنگ بخونیم ولی کاملا من دارم باز رقابت میکنم. فکر نکن. امیدوارم که این آشتی کنون بالاخره آشتی کنون نیست، میخوام ببرمش. این جمله رو از شما نقل میکنن اونایی که من باشون صحبت کردم که درسته که سروش رپ رو شروع کرده اما من بزرگش کردم، من سامان ویلسون. من خوشگلش کردم. الو سام خاطی نپه نکنه اشتباهی زنگ زدی به شهرام سولتی. من اینو توی برنامه دیگه هم گفتم، واقعا دلم تنگ شده برای اینکه سروش عاشقانه بخونه، میدونی، یعنی حالا فارغ از اعتراض که ممکنه هممون در هر سطحی اعتراض داشته باشیم. عاشقانه بخونه؟ آره اگه آرومیه بشی رو ترس بکشم، واسط حبس و قفس بکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم. میدونی چی میگم؟ یعنی اون حس و حال دوباره. من تازه هم پول بدم چیزی نشدم. قفه شو اگه با هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی با نمیگردن، اشکال نداره همه نمیفهمن.